السلام علیکم دوستان عزیز، ادامه میدهیم به حل کردن سوالهای مرکز ملی تستی از فن متماتیکا. تست هفتم، خردترین کرتی عمومی عددهای 13، 65 و 91 را یابید. پیش از همه ما این عددها را به ضرب شونده ها جدا میکنیم. یعنی عدد 13 رو، عدد 65 رو و عدد 91 رو به ضرب شونده ها جدا میکنیم. چی طور؟ شروع میکنیم به تقسیم کردن این عددها از رقم 2 و همین طور اگر به 2 تقسیم نشوند بالاتر رفتن میگیریم. یعنی میبینیم که آیا 13 به 2 تقسیم میشود؟ به 2 تقسیم نمیشود، به 3 تقسیم نمیشود. در اینجا تقسیم نمیشود گفتم و در نظر داریم که به بقیه تقسیم میشود یا نه. با 4 و با دیگر عددها تقسیم نمیشود. البته عدد 13 عدد ساده است، بغیر از خودش و بغیر از یک دیگر به هیچ عدد تقسیم نمیشود. یعنی 13 از عددهای کلانتر از 2 تنها به خودش تقسیم می شود. 13 تقسیم 13 1. اکنون 65 را هم همین طور به ضرب شونده ها جدا میکنیم. 65 به 2 تقسیم می شود؟ نه. به 3 نمی شود، به 4 نمی شود، به 5 می شود. 65 به 5 تقسیم می شود و 13 می شود. باز همین 13 یعنی باز به خودش تقسیم می شود و جواب 1 می ماند. همین طور عدد 91 را نیز به ضرب شونده ها جدا میکنیم. با 1 2 3 4 5 6 تقسیم نمی شود، با 7 تقسیم می شود که جواب باز 13 می براید و 13 باز با 13 این 1 می رسد. بعد که ما این عددها رو به ضرب شونده ها جدا کردیم، با ما تنها این طرفی همین خطی که ما در اینجا خطی کشیدیم، تنها طرفی راست این خط ها به ما لازم می شوند. تنها عددهایی که در ستون راست جایگیر هستند به ما لازم می شوند و ما باید از هر یک عدد در اینجا داریم 13 باز 7 5 در یکم ستون داریم 13، در دوم 5 و 13 7 و 13 و ما باید از هر یک عدد مقداری بسیارترین آن را گیریم. یعنی ببینید که در هر سه این ستون ها ما 13 داریم و مراتبه زیادترینی که 13 وام خورد در اینجا ما باید آن را انتخاب کنیم. از هم از زیاد 13 در این ستون ها یک مراتبه وام خورد. در هر سه ستون ها نبو، ولی در یک ستون ما باید ببینیم که از هم از زیاد نظر به دو ستون دیگر در کدامش وام خورد. البته 13 در هر سه این ستون ها یک باری وام خورد. یعنی از همه شماره زیادترینی که مراتبه های زیادترینی که 13 در یکی از این ستون ها وام خورد این یک مراتبه می باشد. یعنی یک مراتبه 13 را میگیریم ضربی در ستون یکم دیگر هیچ عددی نداریم، در ستون دوم 5 داریم. 5 هم در خود همین ستون دوم یک مراتبه و میخورد، پس آن را میگیریم ضربی 5 ضربی در ستون سوم. در ستون دوم 13 هم داریم ولی ما الکی 13 را انتخاب کردیم. در ستون سوم باشد ما 7 داریم، 7 دیگر در یگان جا و نمیخورد، یعنی مقدار زیادترینی که 7 و میخورد این یک مرتبه است. پس هر سه این عددها رو ضرب کرده خردترین کرتی عمومی عددهای 13 65 و 91 رو میابیم. خردترین کرتی عمومی گفته این عدد خردترین رو مینامند که به هر یک از این عددها تقسیم میشود به بقیه. 13 ضرب 5 این میشود 65 ضرب 7 این میشود 5 کرات 7 35 5 3 در خاطر 6 کرات 7 42 با 3 در خاطر میشود 45. یعنی جواب تستی هفتم ما میشود که 455. جواب د میشده است. عیناً همین طور ما با حل کردن تستی هشتم شروع میکنیم. خردترین کرتی عمومی عددهای 9 24 و 54 را یابید. یعنی خیکه‌های 9 24 و 54. یعنی 9 رو به ضرب شونده ها جدا میکنیم، 24 رو به ضرب شونده ها جدا میکنیم و 54 رو این چنین به ضرب شونده ها جدا میکنیم. به 2 تقسیم نمی شود، به 3 تقسیم می شود 3 تا، 3 به 3 تقسیم می شود 1 تا. 24 به 2 تقسیم می شود الکی 2 می شود 12 باز به 2 تقسیم می شود 6 باز به 2 تقسیم می شود 3 به 3 می شود 1. 54 رو نیز همین طور به 2 تقسیم می شود 27 الکی به 2 تقسیم نمی شود، به 3 تقسیم میکنیم می شود 9 به 3 تقسیم میکنیم 9 رو به 3 تقسیم میکنیم می شود 3 تقسیم 3 می شود 1. اکنون مثلی همان تست هفتم مقدار زیادترینی که عدد در همان ستون تکرار شده است ما آن را انتخاب میکنیم. یعنی ما داریم در اینجا 2 تا 3 داریم، در اینجا 3 تا 2 1 تا 3، در اینجا 3 تا 3 1 تا 2. حاضر ما میبینیم که کدام رقم کدام عدد در کدام ستون چند مرتبه تکرار شده است. رقم عدد 3 در ستون یکم 2 مرتبه تکرار شده است. عدد 2 در ستون دوم 3 مرتبه تکرار شده است.
عددی 3 در ستون سیوم 3 مرتبه تکرار شده است. یعنی حاضر ما میبینیم که از عدد 3 شروع میکنیم. عدد 3 در کدام ستون از همه زیاد تکرار شده است؟ در ستون سیوم عدد 3 مرتبه تکرار شده است. پس ما میگیریم 3 ضرب 3 ضرب 3. تمام، دیگر یگان تا 3 ها رو نمیگیریم. یعنی از همه مقدار زیادترین تکرار شوی آن عدد رو در کدام ستونی که میبینیم آن رو انتخاب میکنیم. بیاد بعد از عدد 3 عدد 2 رو میبینیم. عدد 2 در ستون سیوم 1 مرتبه دو داریم، در ستون دوم 3 مرتبه. یعنی از همه زیاد در ستون دوم عدد 2 رو ما مشاهده کرده استودیم. برای همین 2 ضرب 2 ضرب 2 مقدار زیادترین عدد 2 رو در اینجا انتخاب کردیم. غیر از 2 و 3 دیگر ما یگان عدد نداریم. یعنی همه اینها رو ما باید ضرب کنیم و خلاص. 3 ضرب 3 9، 9 ضرب 3 27، یعنی 27 داریم، ضرب 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8. 27 ضرب 8 می شود که 7 ضرب 8 56، 6 5 دریاد. 2 ضرب 8 16، 16 با 5 می شود 21. یعنی جواب تست هشتم ما بوده است. خردترین کرتی عدد عمومی عددهای 9 24 و 54 این می شده است 216. یعنی جواب ب. خردترین کرتی عمومی عددهای 16 28 و 35. 16 28 35. 16 به ضرب شونده ها، 28 به ضرب شونده ها و 35 به ضرب شونده ها جدا کرده می شود. 16 به 2 تقسیم می شود 8. 8 به 2 تقسیم می شود 4. 4 به 2 تقسیم می شود 2. 2 به 2 تقسیم می شود 1. 28 به 2 می شود 14. 14 به 2 7. 7 عددی ساده است، تنها به خودش تقسیم می شود. 35 با 1 2 3 4 تقسیم نمی شود، با 5 تقسیم می شود، با 5 تقسیم می شود 7. 7 عدد ساده است، با 7 تقسیم می شود 1. اکنون باز می بینیم که در اینجا در طرف راست ستون ها مقدار زیادترین تکرار شوی عدد 2 در هر سه این ستون ها این ستون یکم می باشد که در اینجا 1 2 3 4 مرتبه ما عدد 2 را مشاهده میکنیم. برای همین آنها را انتخاب میکنیم. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 4 مرتبه. در ستون دوم 2 مرتبه 2 داریم، پس آنها را انتخاب نمیکنیم. ما الکی عدد 2 را مقدار زیادترینش را انتخاب کردیم. عدد 7 باشد هم در ستون 1 هم در ستون 2 هم در ستون 3 ما 1 مرتبه ای و خورده استادیم، پس یکی از آنها را میگیریم. و عدد 5 نیز در ستون سیوم 1 مرتبه مشاهده میکنیم، آن را میگیریم. جواب ما میشود که 4 مرتبه 2 رو به هم دیگر ضرب میکنیم، میشود 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8 ضرب 2 16 ضرب 5 ضرب 7. یا اینکه 16 ضرب 7 ضرب 5 عوض نمیشود. 16 ضرب 5 میشود 80. 80 ضرب 7 میشود 7 کرد 8 56 میشود 560 حاصل میشود. 560 حاصل میشود و جواب تست نهم ما این وریانت ا بوده است 560. دوستان عزیز، ما تست های هفتم رو در اینجا به انجام رسانیدیم، یعنی اینجا تست هفتم رو کار کردیم. تست هشتم رو نیز در اینجا دیدیم، تست هشتم، و در اینجا باشد تست نهم رو هم به آخر رسانیدیم. اکنون به تست دهم میگذاریم که در اینجا ما باید کلانترین تقسیم کننده عمومی رو یابیم. کلانترین تقسیم کننده عمومی عددهای 256 و 320 رو یابید. در اینجا هم مثل همین سه مثالی که کار کردیم، اول باید عددها رو به ضرب شونده ها جدا کنیم، ولی کمی فرق میکنه دوامش. بیاید عددهای 256 و 320 رو به ضرب شونده ها جدا میکنیم. 256 رو به ضرب شونده ها جدا میکنیم، با 2 تقسیم می شود 128. با 2 تقسیم می شود 64 تقسیم 2 32 تقسیم 2 16 تقسیم 2 8 تقسیم 2 4 تقسیم 2 2 تقسیم 2 1 320 تقسیم 2 160 تقسیم 2 80 تقسیم 2 40 تقسیم 2 20 تقسیم 2 10 تقسیم 2 5 تقسیم عدد ساده است 5 با 5 تقسیم می شود تنها، یعنی به خودش 1. اکنون بینید هنگام یافتن خکیو یعنی خردترین کرتی عمومی، ما از هر یک عدد مقداری زیادترین تکرار شوی آن عدد رو گرفته در اینجا ضرب میکردیم، ولی هنگام یافتن
КТУ یعنی کلانترین تقسیم کننده عمومی، ما باید از هر یک جفتی عدد یکی از آن را انتخاب کنیم و عددهایی که در آنجا جفت ندارند ما آنها را انتخاب نمیکنیم. ببینید که در اینجا عدد 2 داریم، جفتی آن در اینجا هست. عدد 2 داریم، در اینجا جفت دارد. عدد 2 باز هست، عدد 2 باز هم این هم است و آخرانش هم عدد 2. یعنی در اینجا ما تنها 1 2 3 4 5 6 تا عدد 2 داریم که جفت خود را دارند. در این طرف هم 6 تا دیگر 2 دارند، یعنی 2 داریم و هر دوی این 2 ها و این 5 باشد انتخاب کرده نمیشوند. یعنی ما تنها 6 عدد 2 داریم که جفت دارند. از هر یک این جفت ها یک تای آن را میگیریم، یعنی 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 6 مرتبه، حاضر 4 مرتبه شد، ضرب 2 ضرب 2 و اگر 6 مرتبه 2 رو به خودش ضرب کنیم یعنی می شود 2 ضرب 2 4 8 16 32 64. یعنی جواب تست دهمی ما باید باشد 64. کلانترین عددی که 256 و 320 به آن عدد به بقیه تقسیم می شوند. عدد 11 تست 11 مثل همین تست دهم می شود. کلانترین تقسیم کننده عمومی عددهای 390 و 315 را یابید. 390 و 315. 390 را به ضرب شونده ها جدا میکنیم، 315 را نیز به ضرب شونده ها جدا میکنیم. 390 به 2 تقسیم می شود 195. 195 تقسیم 2 نمی شود چون که عدد تاق است. به 3 تقسیم می شود، یعنی به 3 تقسیم می شود، جوابش 65. 65 به 3 تقسیم نمی شود، به 4 تقسیم، به 5 تقسیم می شود، به 5 تقسیم می شود، این 13 می شود. 13 به 13 یک تا. اکنون 315 رو می بینیم. 315 به 3 تقسیم می شود، 315 به 3 تقسیم می شود، یعنی 105. 105 به 3 تقسیم می شود 35. 35 به 3 تقسیم نمی شود ولی به 5 تقسیم می شود. به 2 3 4 تقسیم نمی شود، به 5 تقسیم می شود. به 5 تقسیم می شود. 7 به 7 تقسیم می شود 1. اکنون ما باید از هر یک جفت عددها یکی از آنها را انتخاب کنیم. در اینجا 2 داریم جفت ندارد، در اینجا 3 داریم جفت دارد، در اینجا 5 داریم جفت دارد، در اینجا 13 داریم جفت ندارد، 7 ما هم جفت ندارد، این 3 دیگر هم جفت ندارد. یعنی عددهایی که جفت دارند انا این 3 ها می باشند و انا این 5 ها. پس آنها را از هر یک جفت یکی از آنها را انتخاب میکنیم. 3 ضرب 5 این می شود 15. یعنی جواب تستی 11 ما می شود 15. باز همین طور کلانترین تقسیم کننده عمومی عددهای 216 و 270 را یابید. یعنی 216 و 270 را ما باید به ضرب شونده ها تقسیم نماییم. 216 به 2 تقسیم می شود 108 می شود، به 2 می شود 54، تقسیم 2 می شود 27، تقسیم 3 می شود، به 2 تقسیم نمی شود می شود 9، 9 هم به 3 تقسیم می شود می شود 3، 3 تقسیم 3 1. 270 به 2 تقسیم می شود 135. به 3 تقسیم 135 به 2 تقسیم نمی شود، به 3 تقسیم می شود 45. به 3 تقسیم می شود 45. 45 به 3 تقسیم می شود 15. 15 هم به 3 تقسیم می شود 5. 5 عددی ساده است، تنها به خودش تقسیم می شود و 1. باز همین طور جفت ها رو میکوبیم. عدد 2 با عدد 2، عدد 3 با عدد 3، عدد 3 دویمگی با عدد 3 دویمگی و عدد 3 آخران با عدد 3 آخران. یعنی اینها جفت، از هر یک جفت ما یک تای آن را میگیریم. عدد 5 در اینجا ببینید که عدد 5 و 2 تای دیگر 2 جفت ندارند. پس بیایید 2 در اینجا داریم، یعنی جفت های 2 ضربی 3 تا جفتی 3 داریم، یعنی 3 ضرب 3 ضرب 3 این می شود 2 کرد 3 6 4. 18 ضرب 3 می شود 54. جواب تست آخرین ما تست 12 این می شود 54. این بودند تست های 7 تا 12 مرکز ملی تستی سال 2024.
дар наворҳои оянда кӯшиш мекунем ки дигар тестҳои инро низ ҳал карда дар канал гузорем. ба шумо хониши хубу аъло ва тансиҳатию хонаободӣ орзумандам дӯстони азиз.